قلعه زمان خان. بیادر اگر کار روزگار کسی که میشد از وطن خود کرده بهتر دیگه هیچ جای نیست. آره چی وضعیت را حس میکنی؟ وطن ما را خراب کرد، بانگای ما بسته، وزارتخانه‌های ما بسته، کارگرای ما را جواب داد. اسم خودت اسامه است در تذکیرام یعنی مشهور به اسامه است؟ مشهور به اسامه هستم. فلا اقسم بمواقع النجوم کاغذی کری و گل غاړي دانشته. به نام یاد خداوند. بینندگان ارجمند سلام و وقتان بخیر. به نمایش یا گزارش امروزی من خوش آمدید. من به ناحیه 16 امنیتی کابل آمدم. ساحه قلعه زمان خان گفتن و شنودهای خواهیم داشت با این ناحیه و عزیزانی که در این ناحیه قرار دارند. میبینیم که در چه وضعیت امنیتی قرار دارند، حال احوالشان. به خیر و سلامت باشید. کاکا سلام. سلام بخیر چی حال جان جور است؟ خوب هستی؟ صحت خوب است؟ خیرتی است؟ نمیشه با پشتو صحبت کنیم؟ نه خوب است که همون داری صحبت کنی که هموطنای ما که مسافر هستن. و اسمتون کاکا؟ اسم ما اسامه. اسامه چقدر خوبش اسامه. نه اسم اصلی تان است یا مشهور؟ اسامه دیگه فقط در کابل آمده اسامه دیگه. با اسامه مشهور هستم. بله. ما خبر شدم که اینجا سفروشی تان خیلی مشهور است در قلعه زمان خان. بله خود توکل به خدا خود ماست. خودتان هستی. حال مشتریاتان فکر کنم مال خانه است. فقط از ما دیگه نزدیک شام شروع است تا نوازانه خفتن دیگه. چقدر وقت میشه می سفروشی در قلعه زمان خان کابل؟ تقریبا چیز کم 20 سال. 20 سال شد. اوه خیلی وقت هم شد. بله تقریبا 20 سال میشه. در این 20 سال برای خدا منبع آید و چیز پیدا کردی؟ از فضل خداست. چرا نه؟ اگر دیگه چیز نشد صاحب یک دو اولی شدیم. صاحب دو اولی از سفروشی؟ چقدر خوبش. ما تو خبر شدم که تو در اینجا سفروشی داری و حالا قدر 20 سال به مدت 20 سال شد و تصمیم داری که خارج بری از وطن بیرون مسافر شی؟ نه خیر نه تصمیم ندارم نمیرم. نه این تصمیم هم نداری؟ نه خیر نه وطن خدا اعلان نمیگم. کدام هم وطنای ما که بیرون از وطن رفتن در فرودگاه کابل چند مدت انتظار بودن برای زود چی پیام ما خینمیز بیادر اگر کار روزگار کسی که میشد از وطن خود کرده بهتر دیگه هیچ جای نیست. نه؟ بله. یعنی بمانا وطن خود ما وطن خود ماست. وطن بیگانه اگر هر چقدر رشد کنی هر چیز کنی بازم بیگانه هستی. وطن خود آدم اون فقیری و غریبی خود ما باشیم تا که زنده هستیم از وطن خود باشیم. یعنی و هموطنای ما که در فرودگاه کابل هستن میرن به بیرون از افغانستان. پیامت بریسته که بمانیم با وطن. بالکل با وطن خود بمانیم که تا هستیم همین وطن ماست. اگر هر جای بریم گفتم بازم بیگانه هستیم هم وطن خود ما وطن خود. کاکا اسامه به مدت که چند روز شده در کابل طالبای یا امارت اسلامی حاکم شدن. بله. رضایتشان از پیش تو هست رضایت؟ از نگاه امنیت خوب است. کسی با کسی غرض نداره. نه کسی بیادر از کسی پرسان نیست. مثلا از سابق اینطور بود که بعد از شام بیرون رفتن میتونستی اگر میرفتی هم در دزدا استادت میکن. از روزی که آمده کسی شکایت نکرده که ما را در دزدا گرفت یا کسی ما را بر ما چاقو کشید یا ما را لط کرد یا از ما پیسه ما را کسی گرفت. حتی تلفن گریختاندن که بیخی عام رواج بود او هم نیست. من خودم همیشه از این حوزه 16 کابل گزارش‌های ضد نقیض میشنیدم، اختطاف و موبایل چور کردن. حالا دیگه مطمئن هستی که ان شاء الله در روزی که تای مردم آمدن و طالبان آمدن تا به نمی لحظه کسی چیزی نگفته و نه کس شکایت کرده. یک چیز سوالی که من از پیش خود دارم کاکا اسامه،
ای اسم خودت اسامه است تذکیرام یعنی مشهور به اسامه نه است؟ مشهور به اسامه هستم. مشهور به اسامه است یا؟ این نام خودت انتخاب کردی یعنی خانواده؟ بس همین نام خوشم آمده. خوشت آمده؟ بله. ما دیگه خبر دیگه هم شدم که با آمدن طالبان اینجا خود ترانه و چیزا رو هم زیاد دوست داری و همیشه زمزمه میکنی با بله من نعت میخوانم زیادتر وقت ترانم به هر صورت نما نعت خوانه هستم نعت خانه میخوانم. هست یا؟ البته خودم حتی یک برنامه تلویزیون ملی بود که در او هم دعوت شده بودم یکی از شبا رفتم در اونجا. خیلی خوب است که توی برما یک ترانه رو بخوانیم و منتظر بیننده و منتظرت هستن دیگه یک ترانه بخوانید درست؟ چرا نه؟ کپ همر مانی دل غواړي دانشتنو یاد مرګ خلاصې دل غواړي دانشتا د هوربشو نه غنم نه پیدا کیږي نو کاغذی کری او گل غواړي دانشتا د نیکۍ بدۍ تلل به په انصاف وي درانه تلل غواړي دا نشته رب رحیم دی لیکن ستا عمل به ګوري که په سوال جنت ته تلل غواړي دا نشته د صراط په نرۍ لاره د منزل دی په هوا که تېرېدل غواړي دا نشته د ټوپۍ جمشید ته هم مسافرې همیشه که اوسېدل غواړي دا نشته. چه زیبا سرودی کاکا اسامه. بسیار زیاد تشکر. خیلی خوش شدم. بخیر باشین. خداوند طول عمر نصیبت کنه کاکا اسامه. کاکا سلام. مشتری فکر کنم که مشتری کاکا اسامه هستی؟ مشتریش هستیم همیشه همینجا میایم همسایه‌اش هم هستیم همیشه. خودت هم کاکا در قلعه زمان خان میشین؟ در مینای 16 بود باش داریم. چقدر وقت میشه کاکا در یک 30 سال میشه که ما در اینجا زندگی 30 سال میشه که در قلعه زمان خان زندگی میکنیم. اصلا فکر کنم از همینجاست از قلعه زمان خان است یا آزادگاهتون همینجاست؟ نه از زادگاه ما اصلی از ولایت لغمان است. از لغمان هستی اینجا دیگه 30 سال میشه که همینجا زندگی. خودت هم کاکا چیز مصروفیت داشتین؟ نظام قبلی وظیفه داشتیم ولی فعلا دیگه بی سرنوشت هستیم همینجا. بی سرنوشت هستی. با آمدن امارت اسلامی خوش هستی؟ خوش هستیم و فضل خداست که همین دوزی و چار و چپاول گم شده فضل خداست. امنیت تامین است. دیگه 15 روزی که حاکمیت امارت اسلامی به کابل از خصوصا در قلعه زمان خان ما گزارش‌های زد نقیص میشنویدم اختطاف و یک چیز حالا دیگه فعلا فضل خدا هیچ گپی نیست همینجا امنیت است مردم سرکار خود زندگی آرام داره فضل خداست. تشکر کاکای خان بخیر و سلامت باشی زنده باشی. سلام کاکا سلام خوب هستی؟ خوب است سلام کاکا سلام کاکا سلام خوب هستی؟ سلام کاکا خوب هستی؟ شما خوب است؟ ما را هم جای میتین که اینجا پالیتان میشینم. کاکای خان سلام علیکم بیادرزاده خوب هستین بخیر خوب است اسمتون کاکا؟ اسم حاجی محمد غنی. حاجی محمد غنی. حاجی صاحب ما خب قلعه زمان خان آمدیم خواستیم یک گزارش تهیه کنیم میشه که درباره به می قلعه زمان خان برای ما یک چیز بگید چقدر تاریخ داره البته چقدر وقت میشه خودتان اینجا هستین؟ والا از ما مردم تا تقریبا یک 50 سال میشه که ما اینجا آمده. 50 سال میشه که به قلعه زمان خان هستید؟ این منطقه کلگی زمینای همین عادی بود قراقران و مردم آمده این به شهر و به بازار و به دیگر تبدیل کردیدن. اولادایتان اینجا هست دیگه کاکا؟ الحمدلله. و بیرون از افغانستان در تحولات خو نرفتن کاکا؟ نه فعلا نرفتن. یک سابق رفته بود 2 دانگه که دیگه همینجاست.
تصمیم هم ندارن دیگه کاکا. ولی دیگه که اگر در اینجا آرامی باشد خب بیزو نمیریم. اگر مجبوریت باشد بسیار سر ما تکلیف باشد دیگه باشد زحمت باشد اون مسئله علایدگی دیگه. من خودم کاکا از همین قلعه زمان خان ناحیه 16 همیشه گزارش های ضد نقیص در حکومت قبلی میشنیدم. آره چی وضعیت را حس میکنی فعلا که با آمدن طالب در کابل و حاکمیتشان در حال کابل؟ حکومت قبلی خب به خودتان معلوم است و کل رسانه ها معلوم است که یک حکومت فاسد بود و به زبان خود اقرار میکرد که در روز 10 میلیون دلار پیسای گمرک حیف و میل مردم میشه در جیبای مردم میفته. او دولت چش میپرد امو کسی یکی را برادر مقرر میکه او که سیر میکه بازو میره دیگهش میواد دور سیر میکه دیگهش میواد. حال خب برادر خود دل ما جمع است سرشان برادر همی تو شیر واره خب میریم که برادر دولت اسلامی است اینی راست اینی چاست اینی خوبی است اینی بدی است. حال خب برادر کس کار نداره. خدا مهربان است که همه قدر دولت ما را خداوند یک دفعه قدرت بده که وزیرا و بگوی رو نمانه بخیر مقرر کند باز کار ما انشالله که روزی به روز قدم به قدم انشالله خوب میشیم دیگه. اولادای خودت کاکا در نظام بیشتر قبلی نظام جمهوریت بود وظیفه در نظام داشتن؟ یکیش در وزارت داخله است بس در شق ملکی کار میکنه. یکی که دیگهش هم پلیس ترافیک است. رضایت اولادایت بود از نظام قبلی؟ بله دیگه نه خود دیگه والده او چی نظام بود وقتی رتبهش می بود سارمن اون برادر در بس ساتنمن برادر مقرر میکرد. کسایی که واسطه داشت وسیله داشت اون برادر چوکی ها را گرفته بودن. دائم غریب پایمال است دائم غریب پریشان است. دائم هر وظیفه شاخه که میشه دیگه که میشه سر اولاد غریب میشه سر اولاد معتبر خو هیچ کس نمیکنه. کاکا او هموطنای ما که بیرون از افغانستان روان هستن و میرن ترس از این دارن که اینجا افغانستان وضعیت خوب نیستن میرن بیرون از افغانستان بر از او پیام چیست کاکا با یک موی سفید؟ ولی من خوی تو پیام دارم اگر اینجا امکاناتش باشد حال فعلا خب فضل خدا کدام نفر نیست که ما را بگه که این یا آن. اگر در اینجا باشیم بهتر است که خود ما شما که تا خاک خدا وطن خدا جور نکنیم بیگانه جور نمیکنه. این امریکا 20 سال برادر اینجا آمد غیر از اینکه یکی را دیگه انداخت خاک ما را خراب کرد دیگه وطن ما را میال او خراب کرد. وطن ما را خراب کرد. بانگای ما بسته وزارتخانه‌های ما بسته کارگرای ما را جواب داد پلیسای ما را جواب داد اردوی ما را از بین برد کلگی را برد. چی خاطر خوب داره؟ او هموطنای ما کاکا که در بیرون از افغانستان زندگی میکنن مسافر هستند چی پیام برشان داری کاکا؟ بر از وا داریم که خدا مهربان است خاک ما بخیر بهتر شود خوبتر میشه انشالله. بیایند خاک خود وطن خود اینجا که کار نکنیم خود ما که به دست خود جور نکنیم کسی بیگانه ولاگ جور کنیم. کاکا نام خدا سند سالم خود زیادتر هستی و نظام قبلی طالب هم به یاد داری کاکا؟ چطور بود وضعیت ها و قبلی؟ بیخی تفاوت داره. وقتی رو سیاسرها را که گیر میکردن دره میزدن دیگه میزدن حیثیت میکردن. حال برادر مثل دولت سابق وره کلگی می تو آزاد میگرده تا که قانون بخیر تطبیق شود. میگرد دخترها بچه ها کلگی زنها در سر کار خود بره مگم به لباس شرعی او لباس شرعی ده کل ما شما میخواهیم. خدا نخواسته یک نفر برادر ستونی سیاست ما سیل کنم کلیشه میکنه خوی نمیده کلگی غرور داره دیگه داره. باید ما لباس شرعی خوب است که با سطر با ایجاب برای با ایجاب باید. یعنی نظام قبلی که بود نسبت به اون نظام طالبا این نظام فعلی خوب است؟ بسیار تغییرات است. کلگی ما تشکر کاکای خان بخیر باشید. تشکر. سلام وطندار خوب هستی؟ خوب است. اسمتان؟ اسم محمد علی. محمد علی در دمی قلعه زمان خان زندگی میکنه ولی چقدر وقت میشه؟ تقریبا دیگه دمی قلعه زمان خان تولد ما شده اینجا بدر فامیلی دمی 3 سال رسیدیم پدر ما میگه بوده. سادگاه تو اصلی هم اینجاست؟ بله. چی مصروفیت داری؟ مصروف خبازی کار میکنه بسیار خوب. من خبر شدم که حالا میگن نان و چیزا را قیمت کرده. نه دیگه ما همون رخی که در دوره دولت اشرف غنیان بود
دمون نرخ فعلا روان هستیم. دیگه کدام نرخنامه بر ما نامده که بدر نرخنامه تبدیل شده باشه، یک نرخنامه ما بدر فهمیدیم. اما اوضاع تغییر کرده، قیمتی به اوج خود رسیده، آرد بلند رفته. مگم فعلا نرخ‌ها را نامبایا قرار نگرفته. منتظر این دولت هستیم که دولت ان شاء الله تعالی یک روشنی را به مردم بیاره. حالا خورد قیمت شده، وزن نان کم نکرد؟ نه خیر نه، وزن نان کم نکردیم. خدا شاهد است اون وزن است. همو وزن است. از امنیت قلعه زمان خان بر ما بگو، چطور است وضعیت امنیتی؟ خوب است؟ بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. سابق بود تلفن ها چور میشد، مردم ها اذیت میشد. در حال فضل خدا اگه شو نو به شام بری هیچ گپ نیست، راحت در خانه یعنی امنیت دیگه فوق العاده است. ما از امنیت بسیار خوش هستیم. خودت ساعت چند به خانه میرفتی از دانوی؟ ما 9 بجام رفتیم، 9:30 بجام رفتیم. با ترس و لرز؟ با ترس و لرز، با بسیار بیم. یک وضعیت که میبینیم یک دو نفر که میدیدیم از او ترس میخوردیم گال رای ما رو نگیره، که چاقو نزنه ما را. حالا فضل خدای دولت دیگه پا نداره. شکر. تشکر حسین جان، بخیر و سلامت باشید. تشکر. قاری صاحب سلام. سلام قاری صاحب، چی حال داری؟ خوب هستی جوان؟ صحت خوب است؟ خیرتی است؟ یکم تو هم نزدیک استاد. قاری صاحب سلام، خوب هستی؟ سلام، جواد هستی؟ اسمتون قاری صاحب؟ قاسم الله. قاسم الله جان، تو خوب هستی؟ شکر. خوب است. قاسم جان دکان داری فکر کنم در بله. چقدر وقت میشه قاسم جان؟ تقریبا 6 سال میشه. 6 سال میشه که قلعه زمان خان دکان داری؟ چطور هستی؟ راضی هستی از کاروبارت؟ وقت سابقه خوبه دیگه دمیز. با سال امسال دیگه از کادا ضعیف شده. خوب است یک خیلی بریم یک بار بیرون که کامرامون صحیح باید درست است. قاسم جان 6 سال گفتی در قلعه زمان خان دکان دارم. از کاروبارت راضی هستی؟ شکر است دیگه، دوست دید میشه. خب امسال با سال از کادا ضعیف شده دیگه. امسال و پارسال با تغییر نظام کارا ضعیف شده یا نه؟ خود نمی بازار گدودی شده، نال دیگه مردم پیسه دادشونه بانگو از کجا کنم مردم پیسه کار مال بخره چی کنم؟ یعنی مشتریات کم شده؟ مشتری هم کم شده. نمیال مال قیمت است. یک بجار نمیال در 2050 پدسته، دوغن در 2030 صد است. دوغن در 2000 این نمیال این بیاد دوغن میخواد گفت زودم نمیدسه. تواناییش نداره. ندارن تواناییش ندارن. کسایی که مثلا از سوال خب بانک‌ها تمامش بسته است، سرای شاهزاده بسته است کلش، یا مشتریایی داری که کارمندای دولت قبلی بودن؟ نمیال کلش میاد. نمیال پیسه ما قراردادای مثلا میگه بانک‌ها بسته است، میگه از چی بتونه نمیال دکان ما یک در خلاصی شده مال. قاسم جان یک چیز بر ما بگن که نظام قبلی رضایتت بود یا نظام فعلی که چند روز بر کابل حاکمیت کرده یا به تمام افغانستان؟ خب فعلا این نظام که نو آمده تا جور نشده. خدا میدونه از همین یک پیام تا بگو برشان مشخص که با آمدنشان با آمدن امارت اسلامی تشکیل نظام یعنی زودتر شود. از امارت اسلامی نمیدونم زود که همین نظام جور شود، همین اقتصاد مردم زود که جور شود. خودت خب وظیفه نداشتی در نظام قبلی؟ نه نداشتی. حافظ قرآن هستی فکر کنم؟ بله. میشه که یک تلاوت بر ما بکنیم قاری صاحب؟ دمیه. مشکل نیست. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ماشاءالله قاری صاحب، ماشاءالله. خداوند متعال در عمرت برکت نصیب کنه قاری صاحب، موفق کامگار باشی قاری صاحب. تشکر قاری صاحب، تشکر. کسانی که تا این لحظه بیننده گزارش ما بودند در قلعه زمان خان کابل، تا دیدار بعد به خداوند یکتا میسپارمتان. نظریات و پیشنهاداتتان را در کامنت خواهانم. بخیر و سلامت باشید.
زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.